پولو که بهش میگن بازی پادشاهان و همیشه مخصوص ثروتمندان بوده، چون فقط یه زمین وسیع، اسبای تربیت شده و امکانات خاص میطلبه. حالا شما تصور کنین این سبک زندگی بیاد وسط دبی ساوت و تبدیل بشه به یک کامیونیتی بزرگ مسکونی. دقیقاً این چیزی که اعمار داره میسازه، گراند پولو ریزورت. سلام، من الناز سازگار، منم ساناز سازگار هستم، مشاور املاک در دبی و راس‌الخیمه. سالهاست با مشتریان ایرانی و اینترنشنال کار کردیم که دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن و سبک زندگی خاص هستن. میدونم برای ما ایرانی‌ها مهمه که ارزش پولمون حفظ بشه، هم یه خونه داشته باشیم که برای زندگی عالی باشه، هم برای آینده فرزندانمون. بذارین از عباس شروع کنم. گرند پولو قرار روی زمینی به مساحت 60 میلیون فوت مربع ساخته بشه. برای اینکه بهتر متوجه بشین، دولی فاز یکش فقط 22 میلیون فوت مربع بود. یعنی گرند پولو تقریباً 3 برابر اون هستش. این پروژه دقیقاً در قلب دبی ساوت قرار گرفته، چند دقیقه فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم که قرار بزرگترین فرودگاه جهان باشه. همینطور کنار منطقه تجاری صنعتی DIP که محل قرارگیری شرکت‌های بزرگی مثل آمازون و پپسی هستش. از نظر دسترسی شما به همه بزرگراه‌های اصلی دبی وصل میشید. محمد بن زاید الخیش شیخ زاید. یعنی چه برای کار، چه برای سفر و چه برای تجارت، موقعیت این پروژه بی‌نظیره. کل ارزش این پروژه 41 میلیارد درهمه و اعمار اکثرا پروژه‌هاشو توی چند تا فاز لانچ میکنه. تجربه نشون داده هر فازی که لانچ میشه قیمت 15 تا 20% افزایش پیدا میکنه. یعنی شما لانچ اول که وارد بشین، وقتی به فاز آخر میرسین قیمت حدوداً 2 برابر میشه. همچنین باید بدونین اولی خریدارا توی پروژه های اعمار همیشه بیشترین سود گرفتن. مثلا کسی که در عربین رنچز 1 که سال 2004 لانچ شد، یعنی حدوداً 20 سال قبل، 5 برابر سود گرفتن. حتی تو پروژه جدیدتر مثل عربین رنچز 3 و مینا راشد تو کمتر از 6 سال 1.5 برابر سود کردن. اما بذارین از زندگی تو این پروژه براتون بگم. این کامیونیتی زمینای پولو، هر زمین حدود 355,000 فوت مربعه. دور تا دورش ویلا و تاون هاوس ها قرار دارن. یک کلاب هاوس مدرن با رستوران‌های لوکس، کافه ها، سالن‌های اجتماع و اسپا. یه آکادمی پولو سوارکاری، استب‌ها و تورهای آموزشی برای خانواده ها، استخرهای اینفینیتی، سالن‌های ورزشی، فروشگاه‌های برند، همه داخل خود این کامیونیتی قرار دارن. تصور کنید صبح از پنجره خونه‌تون نگاه می‌کنید، به جای ترافیک یک زمین سبز پولو می‌بینید. عصرها خانواده‌ها کنار هم جمع میشن برای مسابقات و رویدادهای اجتماعی. این جامعه بیشتر اجتماعی و رویداد محوره، برخلاف جوامع گلف که آروم‌ترن. یعنی هم آرامش داره، هم هیجان و زندگی اجتماعی واقعی. خیلی میپرسن چه فرقی با کامیونیتی های لاگون یا گلف داره؟ جوابش خیلی واضحه. شما گلف هم میتونی با شبیه ساز بازی کنی، اما برای بازی مثل پولو شما نیاز به زمین های پولو دارید. پولو ورزشیه که فقط با اسب امکان پذیره. همین خاص و محدودش کرده که این ارزش سرمایه‌گذاری شما رو میبره بالا. علاوه بر همه اینها، دولت دبی رو پروژه های بزرگ جنوب شرق تمرکز کرده. نمونهش میشه فرودگاه آل مکتوم، پل‌ها، بنادر و حتی اکسپو. این یعنی مرکز شهر به سمت جنوب داره منتقل میشه و سرمایه‌گذاری شما دقیقاً در مسیر توسعه آینده دبی خواهد بود. همچنین با نوآوری‌های جدید مثل توکنایزیشن املاک توسط دپارتمان زمین دبی، همه سرمایه‌گذارا میتونن وارد این کامیونیتی بشن. در نهایت گرند پولو فقط یک پروژه مسکونی نیست، بلکه تغییر سبک زندگیه. برای ما ایرانی‌ها که به دنبال امنیت سرمایه، سود مطمئن و زندگی با کیفیت هستیم، این پروژه میتونه بهترین انتخاب باشه. اگر دوست دارین جزو اولین کسانی باشین که وارد این لانچ بشن و بیشترین سود رو ببرن، خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین. تمام جزئیات و فرصت‌های خرید رو براتون توضیح میدیم. اینجا واقعاً فرصت طلاییه.